انتخابات امسال مقام معظم رهبری تاکید می‌کردن که هر کی مملکت رو دوست داره، هر کی مردم رو، ایران رو دوست داره رأی بده. شما رسما گفتید من رأی نمیدم، یه سری از هوادارانتون هم پشت بندتون خب رأی من ندادن. ایران رو دوست دارم، مملکتم هم دوست دارم، مردمم دوست دارم، مسلمونم هستم، نمازم هم میخونم، تمام احکام رعایت میکنم، ولی این روش انتخابات غلط میدونم. این که نمیشه که چرا اینطوری. سال 96 حرف رهبر رو گوش نکردید؟ اگه گوش میدادید به نظرتون الان رئیس جمهور نبودین؟ نه ببینید یه سابقه دیگه هم داشت. اول ریاست جمهوریتون در مورد انتصاب معاون اولتون یه فضایی پیش اومد. چند مورد بود. یک مورد دیگهش در مورد وزیر اطلاعات بود. چند تاش اومد بیرون. خب این از کجا ناشی میشه؟ ببینید از کجا ناشی میشه؟ بالاخره شما رئیس جمهوری دیگه، یه نظراتی داری، اینا رو مطرح کردی، میخوای اجراش کنی برای مردم. چجوری باید اجراش کنی؟ اختیار داشته باشی کارتو بکنی. خب دیگه وقتی کوچکترین اختیارات گرفته میشه بعد کار سخت میشه. من به شما گفتم وقتی شما نمیتونید ساعت کار بانک هایی که زیر مجموعه خودتن تعیین بکنی، بعد چطور طرح بزرگ اقتصادی میتونی اجرا کنی؟ آخه شما یه حرکتایی هم یه وقتایی میزدید آقای دکتر خیلی شاذ بود. مثلا کشور یه وزیر امور خارجه ای داره، بلند شده رفته توی یک مملکت دیگه‌ای نشسته پای میز داره با وزیر امور خارجه اونها صحبت می‌کنه. یه دفعه میان بهش میگن آقا شما رو برداشتن، برگشتنی با اتوبوس برگشت. اینا واقعیت نداره. خب چی بود مثلا ماجرای آقای متکی چی بود؟ اینا رو چون من گفتم تو خاطراتم منتشر میشه. اصلا نه من ایشونو آوردم نه من ایشونو برداشتم. همین مقدار بهتون بگم. اصلا اونا هم فقط جفسازی‌های دروغ بود. چون اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. ایشون هیچ کاری نداشت، رفته بود اونجا، کارش هم تمام شده بود، روزی که باید میامد این خبر منتشر شده. بعد آقا تو هواپیما اینا همش دروغه، خودش هم میدانست، بهش گفته شده بود. میگن که ایشون چون سیاست‌هاشون رو با رهبر چک می‌کردن کارها رو و مشخصا به آقای رئیس جمهور گزارش نمیدادن این اتفاق افتاد. اصلا اینطوری نیست. اینا ادعاهای غلطی است برای اینکه اصل موضوع رو منحرف بکنه. من اصلا چیز شخصی با هیچ کس نداشتم.